من به خاطر اینکه فقط یعنی نشون بدم به شما جهل و حماقت آخوند جماعت رو، یک کلیپ رو خدمتتون نشون میدم تا ببینید که اینا چقدر به مفاهیم قرآنی جاهل هستن. آخوندشون، کارشناساشون، کسانی که سالها به اصطلاح کار کردن در این زمینه. این کلیپ رو با هم مشاهده کنیم. میاد در مورد اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ما میگیم که بزرگترین فضیلتی که برایشون است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر هجرت بودن و وقتی که اندوهگین شدن در غار که مبادا پیامبر صلی الله علیه و سلم دستگیر بشن توسط کفار، آیه نازل شد که لا تحزن ان الله معنا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین نباش که خدا با ماست. ببینید که این آخوند جاهل چه تفسیر میکنه این رو. اما عبارت هم ملاحظه می‌فرمایید، میاد در روح المعانی جلد 11 صفحه 153 مطرح میکنه بحث حزن و خوف رو. کان النهی عن الحزن نهی عن الخوف ایضا. وقتی نهی از حزن میکنه دقیقاً به معنی چیه؟ نهی از خوف. لا تحزن میشه لا تخف، با هم هیچ فرقی ندارند. بله، این یکی از جاهایی که آیه آلوسی گفته. به نظرم 4 جا یا 5 جا در تفسیر خودش این قضیه رو مطرح کرده. یعنی در اینجا میخوان با مطرح کردن این قضیه که حضرت ابوبکر اندوهگین شد و اندوه به معنی خوف هم هست، ترسید، میخوان اینجا انکار ایمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو بکنن. در همین شبکه ببینید که در مورد امام زمان خودشون چی گفتن. امام زمان علیه السلام: السلام علیک ایها المهذب الخائف. خب خائف بر چی؟ بله. یا ممکن است که بگیم طبق بعض از روایات که خوف علی نفسه من القتل، چون روایت دارد که او مع الی بطنه، اشاره کرد که راوی سوال میکنه چرا امام غایب است؟ خوف من القتل، چون مأمور نیست الان به قیام. بله. مأمور نیست به قیام. اگر علنی باشد و حکومت ها که میدونن برنامه حضرت چیه، سیاست حضرت چیه، الان هم که مأمور به قیام نیست، خب اگر علنی باشد رفت آمد که خب اونا میکشن. پس دوران غیبت یکی از جهاتش اینه. یکی از جهات دوران غیبت اینه که امام زمان میترسه از ترس این که کشته بشه ایشون ظهور نمیکنه. اگر که حزن و خوف مذموم است، پس اینم امام زمان خودتون. اینجا ببینید که صریحاً میگه در این مورد یکی از جهات غیبت حضرت ترس از دشمنانه. بله. اما سری بزنیم به قرآن که آیا حزن واقعا کسی که اندوهگین میشه این نقص در ایمان است؟ من خدمتتون نشون میدم آیاتی که فقط بعضی از آیات رو. خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوره انعام آیه 33 الله سبحانه و تعالی میفرماید که قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ای محمد، ما یقینا میدانیم که آنچه که این کفار میگویند تو را غمگین میکند، پس آنها در حقیقت تو را تکذیب نمی کنند، بلکه این ستمگاران آیات خدا را انکار می کنند. اگر حزن نقص در ایمان باشه، پس با این استدلالی که ناخون میکنه در حقیقت توهین میکنه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در آیه دیگه در سوره مائده آیه 41 الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای پیامبر، تو را اندوهگین نسازد کسانی که
به سوی کفر عجله میکنن و شتاب میورزن. اینجا هم خطاب حزن به پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. در اینجا در مورد قوم لوط علیه السلام که پیش پیامبر بزرگ لوط علیه السلام آمدن فرشته ها و به او گفتن لا تخف ولا تحزن، نترس و اندوهگین مباش. ام حزن اومده ام ترس اومده. خطاب به پیامبر بزرگوار الهی. آیا لوط علیه السلام ایمان نداشت؟ بر اساس منطق این آخوند جاهل. این نمونه هایی بود مثلا در سوره نحل آیه 127 واصبر و ما صبرك الا بالله ولا تحزن علیهم. ای پیامبر، ای محمد مصطفی، صبر کن و صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر آنها اندوهگین مشو. حالا نمیدونم که این آخوند اینو نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میخواد ترجمه بکنه. آه